این زمانی که ما حاضر زندگی داریم از همه مهمتر چیست؟ حمایت کردن شریعت الله است. اما شریعت الله را کی حمایت میکند برادران؟ عالم ها باید حمایت کرد. اما کدام عالم ها؟ عالم های خدای خور؟ نه، عالم های حق گو که فقط به حکم الله عمل میکند. آنها شریعت الله را حمایت میکنند. وقتی شریعت الله زیر پا می شود، وقتی به الله و به رسولش حقارت میکنند، وقتی دین الله را به مسخره بازی تبدیل میکنند، این چنین عالم ها باید برآمده حقیقت را به مردم رساند. اما امروز از همه مهمتر حمایت کردن دین الله است. باید امروز عالم ها، دعوتچیان وظیفه خود را به جا بیارند و دین الله را حمایت کنند. اما ما امروز این چنین مشکلات داریم که عالمان وقتی حمایت کردن دین الله آید، آنها از ظلم طاغوتا میترسند. اما فراموش میکنند که تو شریعت الله را حمایت میکنی و الله تو را در حالت احتیاجی یاردم داری مگر زیر پای طاغوتا میگذارد؟ تو به این چنین الله ایمان آوردی؟ تو در حالت احتیاجی شریعت الله را حمایت میکنی و شأن الله را بالا میداری، مثل رسول الله خدایت را تکبیر میکنی و مگر الله تو را به دشمنی تو رخصت میدهد که تو را زیر پا کند؟ تو به این چنین الله ایمان آوردی؟ آن اللهی که تو عبادتش میکنی و برایش قربانی میکنی و دعایش میکنی، مگر این چنین الله هست؟ اگر تو الله را این چنین تصور کنی، نماز نخوان، قربانی مکن، این چنین الله بودنش را تصور کنی، تسبیحش مکن، خوب است. مثلی که زیاد گپ زنید رئیس کلان عصبی می شود. رئیسمان به فلان جماعه را این چنین رفتار کرد، فلان جماعه را به منزل کرد، فلان عالم را اتباعش را پس کرد. برادر، تو نمیدانی که از رئیس تو بزرگتر الله هست؟ مگر تو از غضب رئیست میترسی و از غضب الله نمیترسی؟ تو حق را بگو. وظیفه تو حق را گفتن است. وظیفه تو انسان را به حق دعوت کردن است. قسم به خدای کعبه که تو دین الله را حمایت کن. تو در نزد دین الله باش. آنانی که به تو ظلم کردند روز زیر پای تو پرتافته میشوند. الله تو را هم در دنیا هم در آخرت شم تو را بالا میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه ابونچیان شبکه ما خواهش داریم که به شبکه نوی ما ابونه شوند، زیرا که ما علاقه چندین بار است که از طرف یوتیوب شکایت میگیریم و اگر این گونه حالت دوام دادن گیرد ممکن است که شبکه از بین رود. البته همه این از طرف دشمنان اسلام انجام داده می شود، ولی اگر شما میخواهید که از نوارهای ما دائما بهره برید و میخواهید که شبکه ما باقی ماند، پس به شبکه احتیاطی ما حتما ابونه شوید. در این شبکه نو ما نیت داریم که نوارهای پیشین و این چنین نوارهای نو را نیز پخش کنیم. سراغه این شبکه را من در پایان همین ویدیو میگذارم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.